صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بینندگان عزیز گرامی، در این قبل از همه این دهه مبارکی ذوالحجه و اومدی روزی سیدی عید قربان رو به همه شما و اهل و خانواده و پیوندان و نزدیکان تبریک و تهنیت میگویم. خداوند عزوجل عزت و برکت و سعادتی ابدی نصیب و روزی بگرداند، خصوصا دهه مبارک و روزی عید رو مبارک و برکت بگرداند. حالا موضوع امروزه مستقیم ما و شما در باره فضیلت دهه مبارک، دهه ذوالحجه و عید سیدی اضحی هست. میبینیم دوام سال خداوند عزوجل چندین روزهای مبارک و روزهای با برکت اگر خیلی ساده و عادی کرده گوییم روزهای مخصوصی و بهانه‌ای پروردگار پیشنهاد میکند تا اینکه بندگانش را از گناه پاک کند. عیناً همین مبارک و روز عید یکی از این وقت‌های مبارک و فضیلت‌های هست که بنده مؤمن با نیکی‌هایش، با تسبیح و تهلیلش و با تکبیر و عبادت‌ها و دعاهایش به پروردگارش نزدیکتر و باز بهتر و خوبتر می شود. به آسانی و ارزانی جنتش را آباد می کند و روزی پروردگار را به آسانی به دست می آورد. این همه روزهای مبارکی که پروردگار پیشنهاد کردگی هست و خاطری است که پروردگار با عملی اندکی، لیکن اینجا مهم اخلاص است، اعتقاد است، ایمان است، نیت نیک است، قلب صاف و پاک است، صمیمیت است. این همه باشد با عمل اندک هم اجر و پاداش عظیم به دست میارد. حالا این دهه مبارک میبینیم که هر عملی 700 برابر در این دهه مبارک قبول میشود نزد پروردگار. 700 برابر. اگر حالتهای اگر هر اجری اگر از یک تا 10 پاداش داشته باشد، هر عبادت نیکی، حالا این دهه مبارک میبینیم که از 10 تا 700. حالا خداوند عزوجل میگوید بسم الله الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر. سوگند به پروردگار سوگند میخورد با فجر، یعنی صبح. چرا با این صبح پروردگار سوگند میخورد؟ والفجر ولیال عشر. حالا با این 10 شب یا این شب‌های دهه ذوالحجه و روزهای دهه ذوالحجه، عموما 10 روز اولی ماه ذوالحجه، به خاطری که بسا فضیلت دارد، بسا اجر و پاداش عظیم دارد. برای همین مسلمان باید غنیمت بداند و تلاش کند، مهنت کند، زحمت بکشد. هیچ وقت پروردگار مهنت و زحمتی هیچ بنده ایش رو ضایع نمی کند. حتمی پروردگار کامیاب می کند، حتمی دعا را قبول می کند، حتمی عبادت را قبول می کند، تمامی نیکی ها را قبول می کند
حالا تمام نیکی این چی هست؟ تمام نیکی این عبادت هست و تمام عبادت اجر دارد و تمام اجر برکت دارد. برکت اون اجر هم در دنیا هست هم در آخرت. پروردگار با بندگانش هم در دنیا میدهد و هم در آخرت میدهد و پروردگار مهنت هیچ کسی را ضایع نمیکند. این بسیار مهم است. حالا ببینید پروردگار با فجر و صبح و نماز بامداد یا که سوگند یاد میکند، بعد در اخیر این سوره مبارک میگوید که استعذ بالله یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الى ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یا ایتها النفس المطمئنه، ای نفسی، ای روحی یا نفسی خاطر جمع روزگارت از تو روزی. یا نفس المطمئنه خاطر جمع روزی. ارجعی الى ربک راضیه مرضیه، بسی پروردگارت بر بگرد تو راضی و پروردگارت از تو راضی. فادخلی عبادی و ادخلی جنتی. حالا این روح پاک را که همیشه نماز بامداد، خصوصا اگر که تواند چی در خانه چی در مسجد، در خانه با اهل و خانواده و فرزنده و خردسالا و کلانسالا و اهل خانه و افراد عائله یک جای نماز رو با جماعت میخوان. نتیجه اش چی؟ نتیجه اش یک مرگی آسانی، سبوکی، با عزتی، با برکتی، با خاطر جمعی و سبوکی و آسودگی و آسانی. حالا سوگندی پروردگار با فجر. خلاصه اش چی؟ خلاصه اش یعنی مرگ، یعنی زندگی آسوده. و حالا پروردگار میگه که این نفس پاک ببرو از این روح، از این جسم، روحی پاک ببرو از این جسم، بر بگرد به سوی پروردگارت. همچنین که پیش از این جسم در عالم ارواح بود، حالا بر رحمت الهی باز میپیوندد این روح. باز که حالا که قیامت کشید با بر میگردد به چیز؟ باز میگه بر بگرد به این جسد. حالا این جسد اگر خاک شده باشد هم، حالا که از نیستی پیدا کرد، باز چیزی که هست، قالبش هست، صورتش هست، شکلش هست، صورتش هست. خب میگن باز بر بگرد به این بدن و برو به جنت. حالا سوگند خوردن پروردگار به هر چیز به حکمت و آسان و ساده و عادی نیست. حکمت هایی دارد که انسان درک نمیکند. حالا وقتی که به فجر، به صبح، به نماز بامداد، به این وقتی که سوگند میخورد، انسانی که اهمیت بدهد نماز بامدادش، نماز جماعت بامدادش، پس اخیر عمرش رو ببینید که پروردگار چگونه با برکت میکند. این تفسیر اشاری است که اول سوره سوگند به فجر و اخیر ببینید که با یک خاطر جمعی، آسودگی، مرگی با برکت، مرگی آسان و آسوده و آسایشته و با برکت. پس ولیال عشر، حالا این سوگند به این چیز دهه ذوالحجه، سوگند یاد کردن پروردگار بیهوده نیست. کسی که این دهه رو غنیمت بداند، عبادت زیاد کند،